افسانه لخلک طبیب. نبود یک گرگ بود. گرگی گوسفندوز و گوسفندخور بود. روز در گلویش ناگهان استخوان درماند. گلویش درد کرد. آبی دهانش را فرو دوده نفس کشیده نمیتونست. ترسیده به پیش طبیب رفت. دردی تو دوا ندارد، گفت طبیب. استخوان بتگی گلویت چخور در آمده رفته است. علاج گرفتن نیست. به این احوال زنده نمیمونی. گرگ با واهمه افتاد و خود را به چهار طرف زده گریه و ناله کردن گرفت. لکتک در لبی کلمه گشته قورباغه داشته میخورد. و ناله گرگ را شنیده آمده پرسید: ای گرگ، به تو چی شد؟ نپرس، گفت گرگ. عمر من آخر شده است. در گلویم استخوان درمانده است. طبیب هیچ کار کرده نمیتونه. کمی نزدیکتر بیا، گفت لک. پدری من طبیب بودم. من هم یک طبیبی کرده بینم. اوی دوستی عزیز، خرسندانه فریاد کرده گفت گرگ. اگر تو مرا از این درد خلاص کنی، هر چی گویی اجرا میکنم. لک نوری دراز خود به گلوی گرگ درآورده استخوان را کشته گرفت. گرگ همان زمان سبکی ایست کرد. از جاش خیست و برای خود رفت. ایست، آخر به وعده‌ات وفا کن، گفت لک. تو راضی نیستی؟ فریاد زد گرگ. تو کلت را از گلوی من خوانده صحت و سلامت بیرون کشیدی. مگر این وفا نیست؟ من میتونستم تو را خورم. گم شو از نظرم. دیگر وانه خود که خورده نیست و نابودت میکنم. لک چیزی نگفت. فقط از دل گذراند که برای این کورنمکان یاری دادن لازم نبوده است.